سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه آشپزی. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز میخواهیم که یک نوع غذای آماده بسازم که از گوشت ماهی درش استفاده میکنیم. در پالی از از گوشت ماهی از سبزیجات هم استفاده می داشته باشیم به یک شکل که براتون بگم که مثل که سمبوسه ما شما آماده می سازیم، ولی در داش آماده می سازیم، به یک شکل متفاوت آماده می سازیم. شما هم بینیدیم برنامه ما باشین. برش گفتن میتونیم که سمبوسه داشی ماهی به شکل ساده و آسان برش گفتن میتونیم که سمبوسه داشی یا سمبوسه ماهی که بسیار به یک شکل آسان و همتون مزه‌دار انشالله که آماده میشه. شما هم اگر خوش دارید که به این شکل غذا آماده بسازین، پس مواد لازمه را یک یادداشت با خود داشته باشین. میریم مواد لازمه را با هم یک جا میبینیم و دوباره برمیگردیم. د ماهي له غوښې د شي سمبوسو پخولو اړین توکي: ماهي غوښه، پیاز، دولمه، هوګه، تازه مرچ، رومي، اوړه، موزریلا پنیر، وچه دڼیا، هګۍ، سره مرچ، تور مرچ، مالګه، سیادانه او غوړي. دوستای عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگیم. خدا کنه که مواد لازمه را شما یک یادداشت با خود گرفته باشین و در این قسمت برنامه جا داره که تشکری داشته باشیم از شرکت تولیدی امید بهار شیر قوت به خاطر اسپانسر برنامه ما. شما هم دوستای عزیز میتونید که از شیر قوت استفاده کنید که باعث تقویت ذهنی، تقویت استخوان‌های شما عزیزان شده میتونه، به خاطر از اینکه کلسیم فریمان داره. شما میتونید روزانه یک گیلاس شیر قوت نوش جان کنید و صحتمند بمانید. در قدم اول دوستای عزیز به یک کراهی ضرورت داریم. گاز روشن میکنیم. یک دانه یک پیاز، یک دانه یک پیاز میگیریم دوستای عزیز. در قدم اول پیاز باید برش بزنیم و گاز هم روشن کردیم. یک مقدار روغن باید که داخل کراهی اضافه کنیم تا زمانی که پیاز میده میشه باید که روغن گرم شود. روغن به خاطر از یک اندازه یک کم اضافه میکنیم به خاطر که گوشت ماهی خودش هم یک اندازه یک روغن داره. پیاز به این شکل برش میزنیم. به این شکل نازک نازک دوستای عزیز پیاز باید که برش بزنیم. بعدن پیاز که اگر اندازه خود سرخ ساخت باز میتونیم که دیگه سبزیجات بالاش اضافه کنیم. پیاز اضافه میکنیم. چند دانه سیر. هر زمانی که ما شما دوستای عزیز از گوشت ماهی استفاده می داشته باشیم، یک چند دانه یک سیر باید که اضافه کنیم.
هم شد چند دانه یک سیر، چون هوا سرد است. در هوای سرد زمستان یک مقدارک باید که سیر در غذاهای خود استفاده داشته باشیم. هم مفید است، هم ما شما در بیرون بالخصوص که اگر کار یا وظیفه می داشته باشیم، یگان غذاهای یا یگان وقتی یگان شیر چای که آماده بسازیم، یک ذره دارچین و کم زرچوبه و میخک یا لونگ اینا رو خوب میده کنیم، کم کم داش اضافه کنیم، به خاطر که در هوای سرد یک ذره وجود ما گرم باشه. در غذاهای ما سیر باید استفاده داشته باشیم و از دارچین و لونگ و سیادانه و گپا هم میتونیم که در غذاهای خود استفاده داشته باشیم و استفاده باید کنیم. یعنی به می اندازه سیر اضافه میکنیم. یک اندازه کم زیادترک هست، خوب به خاطر از اینکه سبزیجات هم همراهش اضافه میکنیم، به او خاطر از اینکه زیادتر دیگه باز استفاده نمیکنیم. چون هر زمانی که ما شما اگر از دارچین استفاده میکنیم، اگر زرچوبه، اگر از سیر، از آن چیزی که استفاده میکنیم، باید تعادل باید مد نظر داشته باشیم. آنقدر زیاد هم استفادهش درست نیست که باز بگیم ولی دارچین فایده داره، باید تازی فریمان بخوریم. نه، تعادل باید که مد نظر داشته باشیم. یک تو ترک زردک میگیریم، بسیار کم، خرد خرد باید که برش بزنیمش. زردک هم اضافه میکنیم. یک دونه دلمه، دلمه رو به این شکل خرد خرد ریزه میکنیم. این هم شد دلمه دوستای عزیز. یک دانه رومی، این هم شد رومی دوستای عزیز. دلمه رو زیاد سرخ نمی کنیم دیگه، میگه که اندازه که کمک خود که سرخ سرخ همون اندازه کفایت میکنه. مرچا به خاطر که تند است یک دو دانه خردترش میگیریم.
دیگه یک مرچ. یک مقدار مسالجات. در قدم اول یک کم زردچوبه، یک مقدار کم هم مرچ سرخ، زیاد نمی‌اندازیم به خاطر مرچ تازه هم اضافه کردیم، تخم گشنیز، یک مقدار مرچ سیاه و نمک هم به قدر ضرورت. مسالجات رو اضافه کردیم. زردچوبه را زمانی که در دیگ اضافه میکردیم میگذاریم که همراه روغن یک کمک سرخ شود، هم یک مزه خوب بر خود میگیره و هم زردچوبه غذا را مزه‌دار میسازه، به شرطی که یک کمک سرخ شود. سبزیجات کمی یک اندازه سرخ شد دوستای عزیز، چی میکنیم که یک اندازه گوشت ماهی را اضافه میکنیم. دوستای عزیز به این شکل میگذاریم که یک کمک گوشت ماهی هم سرخ شود و تا کم کم را خرد میکنیم. این به این شکل همراه سبزیجات باید که یک اندازه خود سرخ بسازه. خب تا زمانی که یک اندازه خود سرخ میسازه بعدا پس گاز خاموش میکنیم، به خاطر از اینکه میگذاریم که یک اندازه خود سرد بسازه. به خاطر از اینکه زمانی که باز پنیر هم روش اضافه میکنیم یا پنیر هم روش مخلوط میکنیم سرد باشه، بهتر است یک اندازه باید خود سرد بسازه. از حالت همون گرمی یا همون داغ که می باشه از حالت باید که برای حالا در مثل شکل آیسته آیسته دوستای سرخ میشه. تا زمانی که یک اندازه خود سرخ میسازه یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. دوستای عزیز دوباره شما را خوش آمدید میگم. خدا کنه قسمت اول برنامه را دیده باشین. گوشت ماهی را همراه با سبزیجات و یک اندازه مسالجات کاملا سرخ کردیم و آماده ساختیم و حال دوستای عزیز جا داره که تشکری داشته باشیم به شرکت تولیدی امید بهار شیر قوت به خاطر اسپانسر برنامه ما. شما هم دوستای عزیز میتونید که از شیر قوت استفاده کنید. یگان شیر چای مزه‌دار، یگان فیرنی مزه‌دار براتون از شیر قوت آماده بسازین. یگان زمان که شما یگان کیک آماده میسازین، کلچه آماده میسازین، کوشش کنید که از شیر قوت استفاده داشته باشین، چون غلیظ است، مزه‌دار است. همو غذایتان یا همو فیرنی یا کیکی که آماده میسازین مزه‌دار آماده میسازن. سبزیجات هم آماده شد دوستای عزیز. حالا یک کاسه رو میگیریم، سبزیجات اضافه میکنیم. همین اندازه شاید کفایت کنه. این رو میگذاریم که در کاسه باشه یک اندازه که دگام خود سرد بسازه. بعدا پنیر هم روش اضافه میکنیم. این قسمت در کاسه میمانیمش تا که خمیرش هموار میسازیم، خود کمک سرد میسازه. دوستای عزیز ما شما به شکل‌های مختلف میتونیم که سمبوسه را آماده بسازیم. چی شکل سیکنجا برش بتیم، چی شکل به شکل بولانی آماده بسازیم، به هر شکل که بخوایم سمبوسه را ما شما آماده ساخته میتونیم. خب یک کاری که میکنیم که باید که داش باید چالان کنیم یا داش باید روشن شود. داش هم شد روشن. قالب هم ضرورت داریم. خب قالب این جگک میمانیم.
دوستای عزیز به نیمی اندازه خمیرها را انوار کردیم. حال دیگه گوشت ماهی را که همراه با سبزیجات آماده ساختیم، یک مقدار پنیر بالاش اضافه میکنیم. البته پنیر پیتزا یا پنیر موزاریلا، همون پنیر پیتزایی است که ما شما یگان وقت یگان پیتزا آماده میسازیم، بالای پیتزا اضافه میکنیم. اینا را کلش همراه با این مواد مخلوط میکنیم. مواد به خاطر از اینکه مانیم که سرد شوه یک اندازه، به خاطر از اینکه اگر زیاد داغ میبود باز پنیر کاملا او میساخت. حالا که یک ذره پنیر باید جاندار باشه و زودتر نشه، به او خاطر مواد میونیم که کم خود سرد بسازه. دوستای عزیز به می شکل خمیر گرفته همین مواد همراه با پنیر که یک جا مخلوط کردیم این می شکل داخل سموسه جا به جا میکنیم. حال به این شکل قسمت خمیر تو میتیم، قسمت کاش کمی فشار میتیم را با دست خود. هم به این شکل میتونیم پختش کنیم، هم میتونیم که این قسمتش همراه با دست خود فشار بتیم این یک شکل را برای خود میته. شما میتونید که با این شکلی را آماده بسازین، یعنی شکلش نظر به خواهش دل شما بر شکل که شما میتونید که با اون شکلی را آماده بسازین. خب بعدن که کدام کارا را انجام میتیم اینا را اینجا میمانیم، تمامش جور میکنیم. دیگه باز میبینید که دیگه چی اضافه بالاش میکنیم. این تمرا با دست خود دو گوشیش میگیریم، این یکی در دیگه کم فشار میتیم که در بچسبانه این قسمتش هم به این شکل یک شکل برای خود بگیره. این به این شکلی را آماده ساختیم. این را کلش دور میسازیم. یک دانه یک تخمه میگیریم دوستای عزیز، سفیدش جدا میسازیم.
تنها زردیش هم میگیریم. این به همین شکل. این تمام قسمتاش دوستای عزیز با زردی چرب میکنیم، به خاطر که یگان وقت شما میبینی یگان نان که همونطور چرب و رنگ روغن خوب می داشته باشه، تو جلایش می داشته باشه، یا یگان کیک و کلچه رو میبینین، اونموز که یک اندازه یک زردی تخمه میتونی که از شیر قوت هم استفاده داشته باشی، یک اندازه یک شیر قوت هم بالاش اضافه کنی، این خوب مکس کنی، بالای امو کیک یا کلچه یا سموسه یا هر چیزی که باشه یک اندازه یک چرب کنی، یک رنگ و جلایش خوب خاص بر خود میگیره. حال دوستای عزیز یک قالب میگیریم، یک کمک روغن بالاش اضافه میکنیم، اینو به این شکل سمبوسا رو داخل داش میچینیم دوستای عزیز. یک اندازه یک سیاه‌دانه بالاش اضافه میکنیم. داش همون قبلا چالانش کردیم دیگه، انشالله خوب داغ آمده. این که خوب داش گرم و داغ بود دیگه. سمبوسه رو باید بالاش داخلش اضافه کرده و بذاریم که به شکل صحیح منظم بخیر پخته شود. داخل داش میمانیمش. دوستای عزیز داخل داش بگذاریم، اقل یک 10 دقیقه در بر میگیره، انشالله به شکل صحیح و منظم پخته میشه. تا 10 دقیقه که آماده میشه منتظرش میباشیم. دوستای عزیز به مدت 10 دقیقه سمبوسه رو داخل داش گذاشتیم و حالا دیگه وقتش رسیده بخیر که داش خاموش کنیم. یک
یک ذره داغ است. دوستای عزیز، به طوری که میبینین که قسمت پشت سرش خوب صحیح به اندازه نرمال سرخ شده. به اینمی اندازه باید سرخ شود، از این زیادتر باید که سرخش نکنیم. و قسمت بالایش هم میبینید که شکل بسیار خوب را برای خود گرفته. شما هم میتونید که به این شکل سمبوسه براتون آماده بسازین و هم سمبوسه مایی. یگان تایمای دیگر، یگان وقتایی که تو گوش نمیشیم، یگان غذا دل ما میشه، دونم تایما دوستای به این شکل غذا آماده بسازین، نوش جان کنین و از دعای خیرتان ما را فراموش نکنین. و تشکری خاص می داشته باشیم از شرکت تولیدی امید بهار، شیر قوت، به خاطر اسپانسر برنامه ما. شما هم میتونید دوستای عزیز که شیر قوت استفاده کنید که باعث تقویت ذهنی شما عزیزان شده میتونه. و غذایی که آماده ساختیم، خدا کنه که مورد علاقتون قرار گرفته باشه. این بود برنامه امروز، تا برنامه بعد خداحافظ و نگهدار. لیدلو مو مننه. د هرې ورځې پیل وي له قوت سره. دغه خپرونه تاسو ته د امید بهار تولیدي شرکت قوت شیدو لخوا وړاندې شوه. قوت د هرې کورنۍ انتخاب.